سلام، به کانال قصه های جزیره خوش اومدید. من نیلوفرم. منم مصطفی هستم و ما اینجا از داستانهای زندگیمون توی جزیره ونکوور آیلند براتون تعریف میکنیم. خیلی خوش اومدیم به کانال ما. اونایی که جدید عضو شدن خوشحالیم در کنار ما هستیم. مرسی که ما رو میبینین. خیلی ممنونیم از نگاهتون. ویدیو قبلیمون خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم دیده شد و ممنونیم ازتون. خوشحال میشیم که ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگر که فکر میکنید مفید اطلاعاتی که میدیم به دوستاتون معرفی کنید و همچنین به همون بگید که دوست دارید در مورد چی بیشتر صحبت کنیم. و امروز هم اینجاییم که در مورد یکی از مطالبی که یکی از دوستان عزیزمون ازمون خواسته بود اطلاعات بیشتری بدیم و در واقع تجربه خودمون رو به اشتراک بذاریم که خب حالا مجدداً قابل ذکره که ما هیچ کدوم هیچ تخصصی در زمینه مهاجرتی نداریم و چیزهایی که داریم تعریف می‌کنیم صرفاً تجربه‌های شخصیمونه. آره، تا اینجا هم که برنامه تعریف کردیم براتون خیلی ریز داشت هر چیزی که اتفاق افتاده بود، ولی خب هر جا که سوال داشته باشید ما اونجا رو یه چند ورق باز می‌کنیم و براتون تعریف می‌کنیم. سوالی که کرده بودن این بود که چطور اصلا دانشگاه تو پیدا کردی، چطور پذیرش گرفتی، حالا چند وقت شد مثلا پذیرش گرفتی، اینا رو هم بگو. آره، در واقع سوالی که پرسیده بودن این بود که سوال اصلیش بود که رنکینگ دانشگاه برات مهم بوده یا نه. جواب کوتاه اینه که نه. ولی خب اگه بخوام کلا این موضوع خورده بازتر کنم که اصلا من دانشگاه چجوری پیدا کردم، چجوری انتخاب کردم و حالا چه اتفاقایی تو مسیر افتاد، میتونیم مقداری مفصل‌تر راجعش صحبت بکنیم. هر چیزی که فکر می‌کنی کمک میکنه بهشون اگه خب تو مسیر مهاجرت هستن و این براشون مهمه و اگه چیز مهمی هست بگو. ببین کلا یه چیزی که هست اینه که من اون موقع که داشتم کار مهاجرتمو می‌کردم، یعنی کارهای انتخاب دانشگاه و اپلای اینا رو که شروع کردم، اینطوری بودم که وقتی که خب من همه کارامو با یوتیوب انجام دادم، یعنی هر چیزی رو که پیدا کردم و فهمیدم که مثلا این مسیر رو چجوری باید برم، این پلر چجوری باید طی کنم، همه رو از طریق ویدیوهای یوتیوب انجام دادم که اولین ویدیویی هم که دیدم ویدیوی فرزاد بیان بود در رابطه با اینکه اصلا اپلای کردن واسه یک دانشگاه خارج از کشور چه شکلیه، چه مدارکی لازم داره و پله پله چجوریه. حالا لینک ویدیو فرزاد رو هم براتون میذاریم توی کپشن. خیلی ساده، مختصر و مفید توضیح داده بود که دقیقاً باید چیکار کنیم، حالا هر دانشگاهی و تقریباً هر کشوری که میخواین اپلای بکنید. و خب حالا توی این مسیر من هی به این فکر میکردم که کاش ویدیوهای بیشتری وجود داشت از تجربیات شخصی آدم ها، چون واقعا مسیریه که مثلا خیلی فرد محوره. آره، و من به خودم گفتم کاش مثلا یه کسی که شبیه تره به من شرایطش هم ویدیو گذاشته بود. مثلا همین تجربیات هم رو میگم، فکر میکنم که به هر حال در جمع کردن داده و نتیجه گیری کلی بتونه به همه کمک بکنه. و حالا اگه بخوام در مورد انتخاب دانشگاه بگم، خب من رشته دانشگاهیم توی ایران ادبیات انگلیسی بود، لیسانس ادبیات انگلیسی، و عمدتاً آدم‌ها تو ذهنشون اینه که باید برن یک رشته رو بخونن که در ادامه رشته تحصیلیشون باشه که خب حالا مثلا توجیه پذیر باشه واسه ویزا و دانشگاه و همین چیزها. منم طبیعتاً اولین چیزی که بهش فکر کردم همین بود، منتها چیزهایی رو که سرچ می‌کردم حتی علاقه هم داشتم توی همون دوران کارشناسی هم من به زبانشناسی علاقه داشتم، ولی چیزایی رو که سرچ کردم متوجه شدم که برای اینکه بتونم اپلای بکنم یا باید سابقه تدریس داشته باشم مثلا در سالهای اخیر یا سابقه تدریس طولانی، یا اینکه مثلا مقاله چاپ شده داشته باشم تو حوزه زبانشناسی که خب هیچ کدوم اینا رو نداشتم. حالا تدریس کرده بودم پراکنده شاید چندین سال قبلش، و اخیرترین تجربیاتم در کار و حتی تحصیل، اگر که دوره رو هم تحصیل محسوب کنیم، حوزه گردشگری بود و حوزه‌ای بود که بهش علاقه داشتم و دارم و دوست داشتم که اگر حتی قراره که تحصیلاتم رو ادامه بدم توی این حوزه مشغول بشم.
این شد که شروع کردم به سرچ کردن دانشگاه‌های، یعنی در واقع سرچ کردن رشته‌های مرتبط با توریسم و هاسپیتالیتی توی کانادا. خب ما کانادا رو انتخاب کرده بودیم از قبل، خیلی خلاصه به خاطر اینکه کشوری بود که نیاز به زبان سوم نداشت به جز کبک که خب مقصد ما نبود، و کشوری بود که مصطفی به عنوان همراه میتونست با من بیاد و کار بکنه در حین تحصیل من. اون موقع چند تا کشور دیگه هم بودن، ولی الان در حال حاضر با خیلی کشور باز شدن نسبت به اینکه همراهشون هم بتونه کار ببین بکنن. بودن، ولی مثلا آلمان، نمیدونم هلند، اینا هیچ کدومشون زبان اصلی و رسمیشون انگلیسی نیست دیگه. خیلی. حالا هلند باز ذره بهتره اوضاعش، ولی خیلی کلا اروپا خیلی سخته. ولی خب مثلا هلند باید زبان یاد بگیری. آره. حالا درست اول شاید نه چیز نکنم. من دوستان اصلا اذیت میشن. آره اذیت کننده است دیگه، میخوای ارتباط بگیری. آره. و حالا اینم بگم اینجا تو پرانتز، هلند برای دکترا به همراه اجازه کار میداد، ولی برای لیسانس نمیداد. من داشتم واسه مقطع لیسانس اپلای میکردم. ارشد. چی ببخشید؟ آره ارشد. من لیسانس به مستر بودم، ولی اونجا فقط کسایی که همراهشون داشت دکترا میخون میتونستن کار کنن. خلاصه شروع کردم تو دانشگاه توی کانادا دنبال دانشگاهی گشتم که رشته‌های مربوط به گردشگری رو دارن. یه چند تا سایت پیدا کردم که حالا اگه لینکاشون رو پیدا کنم باز اونا رو هم تو کپشن براتون میذارم. مثلا این مدلی بود که میرفتی توشون میزدی که میخوای چه رشته رو بخونی، میگفت چه دانشگاه‌هایی این رشته رو دارن و اینا، ولی خیلی آپدیت نبود اطلاعاتشون. باز مثلا من از اونجا میرفتم توی سایت خود دانشگاه میدیدم این رشته رو نداره. در نهایت مثلا دونه دونه و شهر به شهر و استان به استان و اینا سرچ کردم و پیدا کردم و در نتیجه همه بالا پایینایی که کردم 2 تا دانشگاه پیدا کردم. یعنی در واقع به این نتیجه رسیدم که رشته های مربوط به توریسم و هاسپیتالیتی بیشتر توی کالج ها ارائه میشن. و داستان کالج هم این بود که خب مثلا میگفتن که یعنی یه باور کلی که وجود داره که خیلی هم غلط نیست، اینه که شما اگر میخوای بری کالج بخونی بهتره که سنت پایین‌تر باشه، منطقی تر، توجیه پذیرتر واسه ویزا، پرونده ویزا، و اینکه کلا هم کالج مقداری ریسک ویزاش بالاتره. و الان هم که اصلا تغییراتی که اداره مهاجرت کانادا داده توی قوانین مهاجرتیش، کسایی که توی کالج تحصیل میکنن نمیدونم دقیقاً چه تغییراتی داده، ولی امکانات کمتری دارن، چه حین تحصیل چه برای ویزای کار بعد از تحصیل. فکر میکنم یه رشته نمیدن یا مثلا باید حتما دوره کالجشون طولانی تر باشه. اینها رو یه ذره خیلی سخت‌تر کلاً دیگه، خیلی سریعتر توی این داستان‌های تغییر قوانین آسیب می‌بینن یا مثلا سریعتر میرن زیر مجموعه اون قوانین جدید، آسیب پذیرترن کلاً. یعنی نگاهتون باید کلاً به این جهان باشه دیگه، در مجموع سالهای آتی رو ببینید که در واقع تو هم دیده بودی که آقا اگه قرار مثلا مستر بخونم چه قوانینی داره. اون موقع قوانین بود اجرا نمیشد، الان اون قوانین رو حالا میخوان اجرا بکنن و خب نزدیک ما هم آب اومده دیگه، به اصطلاح که میگن این روستاهایی که کنار سد سازی میکنن میره زیر آب، ما مثلا حالا روستای ولی بالاتر باشیم آب نزدیک ما هم اومده. آره خلاصه هیچی همین داشتم گفتم که دیدم که خب مثلا کالجان بیشتر، چون خب مثلا رشته هم خیلی اگه مثلا بخوای عمیق‌تر و دقیق‌تر بشی، مثلا حوزه های عملی هن. مثلا حوزه چه میدونم هتلداری، مسائل مربوط به مثلا رستوران و سرو غذا و فلان و اینها. خلاصه تصمیم گرفتم که بیخیال کالج شم و تنها، حالا کالج ها رو که بذاریم کنار، تنها دانشگاه هایی که رشته توریسم داشتن یا تنها دانشگاهی که من پیدا کردم که رشته توریسم داشتن، یکی دانشگاه رویال روز ویکتوریا بود که دانشگاهی که من الان دارم توش درس میخونم، یکی دیگه‌اش همین دانشگاهی بود اسمش حقیقتا الان یادم نمیاد. کجا تو ونکوور؟ آره همون یوویک نیست؟ نه واقعا یوویک که اینجاست. چیز یو بی سی؟ نه یو بی سی نداشت. یو بی سی اگه داشت که اپلای می‌کردم. نه یه دانشگاهی بود که
انگار کمپس اصلیش تو آمریکا بود. بعد مثلا این شعبهش که تو ونکوور بود یه ساختمون مثلا 4 طبقه‌ای بود رو گوگل مپ که نگاه کردم. از این کارام زیاد می‌کردم، مثلا چیزی رو پیدا می‌کردم میرفتم ته و توش رو در می‌آوردم، رو گوگل مپ نگاه می‌کردم، ریویوهاشو می‌خوندم، بالا پایین می‌کردم، سعی می‌کردم تا جایی که میتونم از اون دانشگاه اطلاعات کسب کنم. خلاصه دیدم که آره مثلا این دانشگاه ها بود، دانشگاه رویال روز شهریه‌شون هم خیلی با هم تفاوتی نداشت و در نتیجه من تصمیم گرفتم که انتخاب اول بذارم دانشگاه رویال روز. و خب حالا این وسط یه تعدادی هم بودن که مثلا تو مشورت میدادن و من میگفتن که تو اصلا با مثلا معدل خوب دانشگاه و نمره زبان خوب و فلان و اینا حیفه که بری توریسم بخونی و نمیدونم ریسک ویزاش بالاست و الوبل و این حرفای چی میگم پکیجی که به همه میزنن که خب مثلا خیلی هم اون موقع حتی تعدل من خالی شد کلی مثلا حالم بد شد و اینا، ولی نهایتا تصمیم گرفتم که اصلا دچار بحران هویت شده بودم ولی تصمیم گرفتم که توی مسیر خودم ادامه بدم. و من میگفتن که تو بهتره بری مثلا MBA یا لیدرشپ و اینجور رشته ها بخونی، هم چه میدونم آیندهش بهتره، درآمدش بهتره و اینا، هم که مثلا ریسک ویزاش کمتره. من تصمیمی که نهایتا گرفتم این بود که گفتم من رشته رو که الان دارم اپلای میکنم، اگه پذیرش گرفتم و ویزا گرفتم که خب چه عالی، اگه نگرفتم اون موقع میبینم که خب آقا دیگه چه راهایی میتونم برم، چون مسیرها خیلی جدا از هم بود. نمیخواستم همینجوری سنگ پرت کنم ببینم کدومش میخوره، میخواستم مسیر رو خودم انتخاب کنم. خلاصه اینطوری شد که ما چسبیدیم به دانشگاه رویال روز و حالا خب تمام پلن رو اون باید بچین. در واقع میخوام بگم که وقتی یه رشته رو انتخاب می‌کنی اون کاور لتری که میخوای بنویسی هم خیلی مهمه. آره البته خب بخوام اونا رو توضیح بدم خیلی طولانی میشه، شاید باز توی ویدیو دیگه بخوام اینا رو توضیح بدم، ولی کلا میخوام بگم که تصمیم گرفتم که این مسیری که بهش علاقه دارم و انتخاب کردم رو پیش ببرم. حالا شاید اگه مثلا به جز رویال روز 2 تا دانشگاه خوب دیگه هم بود که رشته‌های مربوط به گردشگری داشت اپلای میکردم، ولی آپشنم تقریبا فقط رویال روز بود و تصمیم گرفتم که اپلای کنم، پیش برم ببینم که چه اتفاقی میفته. و در واقع میتونم بگم که من فقط برای یه دانشگاه اپلای کردم و با همون یه دونه اپلای پذیرش گرفتم و خدا رو شکر ویزام گرفتیم و اومدیم. آره و خب بعد که شروع کردم مثلا بیشتر تو خود سایت رویال روز بالا پایین کردم اینا، اکثرا چیزی که من یادمه توی سرچ ها توی همه دانشگاه ها وقتی که میرین توی قسمت مثلا رشته ها و اینا یا توی قسمت مثلا فکولتی که دانشکده های مختلف و اینها رو داره، هر رشته‌ای رو که انتخاب بکنی میزنه که مثلا چه ورودی هایی دارن در طول سال، ددلاین های اپلایشون که یه طول مدت زمان دوره چقدر، شهریه‌اش چقدر، همه این اطلاعات هستش. و یه کار دیگه هم که من کردم اون موقع این بود که یه در واقع سرویسی داشت دانشگاه رویال روز به اسم Enrollment Services که در واقع مثلا برای مشاوره و اینها واسه ثبت نامه که خب توی مثلا انتخاب کردن رشته و دانشگاه اینا کمکتون میکنن. من با اونها یه میتینگ گرفتم آنلاین و یه مقدار سوال پرسیدم ازشون، به خاطر اینکه اینو می‌خواستم بگم به خاطر اینکه من اصلا رشته دانشگاهیم خب گردشگری نبود و می‌خواستم ببینم که چجوری میتونم یه رزومه‌ای بچینم و یه در واقع letter of intent بنویسم که توجیه بکنه که آقا من چرا باید بیام این رشته رو بخونم. باشون صحبت کردم، چیزی که اونها به من گفتن این بود که ما واسه همون تجربیات آدم‌ها ارزشمنده و شما اگر که تجربه داری تو حوزه گردشگری، این که صرفاً مدرک دانشگاهی مرتبط نیست مسئله نیست برای ما. به شکل کلی به اپلیکیشن نگاه می‌کنیم و صرفاً به خاطر اینکه یه باکس رو مثلا تیک نمیذاریم کنار. من نگاه این دانشگاه بود که آره که دانشگاه دیگه اینطور شاید ممکنه نباشه. آره و آره خلاصه این شد که من در واقع به پشتوانه مدرک
گردشگری که از دوره تور لیدری توی ایران داشتم و 2 سال سابقه کار توی هاستل‌های متفاوت در ایران اپلای کردم برای رشته مستر آف آرتس این توریسم منیجمنت در دانشگاه رویال رودز و خب حالا باز جزئیات و آیلتس و بالا پایین و این برای اینا رو دیگه نمیگم و در رابطه با رنگ دانشگاه بخوام بگم یه مثلا نهایتاً که دانشگاه رو انتخاب کردم یه چکی کردم ببینم که مثلا دیگه حالا خیلی هم ته لیست نباشه منطقی باشه مثلا دانشگاهی که دارم انتخاب میکنم و خب یادم نمیاد رنگش چی بود ولی خیلی بد نبود یه چیز متوسط رو به بالایی تقریبا بود ولی کلا من فکر میکنم این که شما بتونید دلیل انتخاب اون رشته اون دانشگاه اون شهر رو توجیه بکنین چه برای دانشگاه چه برای آفیسر میتونه اهمیتش از رنگ دانشگاه بالاتر باشه چون یه چیزایی مثل رنگ دانشگاه خیلی مسائل دیگه‌ای که توی مسیر مهاجرت مطرح میشن چیزهای خیلی کلی هن. و چیزی که من دستم اومد توی مدت زمانی که داشتم اپلای میکردم این بود که واقعا مسیر مهاجرت هر شخص یک مسیر خیلی شخصی سازی شده است که میتونه با هر نفر دیگه زمین تا آسمون متفاوت باشه. خیلی مهمه که شما ببینین اون مسیری که دارین میرین منطقیه یا نه، چه برای خودتون چه از دید کسی که میخواد بهتون پذیرش بده یا ویزا بده. چیزی رو جا انداختم؟ نه خیلی پس و پیش زدم ببخشید. نه سوال به هر حال چیزی بود دیگه، یه سوالی بود که خب دوست داشتم بدونن تو خیلی شهر مفصل‌تری هم دادی. اگه فکر می‌کنی سوال جوابش داده شده میتونیم بریم سوال بعد. بذار من این نگاه بکنم اینجا یه چیزایی یادداشت کرده بودم. نه دیگه فقط یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم، این نکته دیگه که می‌خواستم اشاره بکنم بود که من یادم میاد که نمیدونم توی ساسکاچوان بود یا کجا یه دانشگاه دیگه هم بود که یه رشته مربوط به گردشگری داشت ولی مستر آف آرتس نبود، مستر آف ساینس بود و خیلی هم دقیق نشدم توش چون که احساس کردم ساسکاچوان خیلی سرد و میخوره به اونجا بهتون. همین که بین مستر آف آرتس و مستر آف ساینس این که دیدگاه دانشگاه رویال روز به این رشته مستر آف آرتس بود برای من جذاب‌تر بود. یعنی احساس کردم که یه مقداری از خشکی علم و چهارچوب علم در میاد ماجرا و انعطاف بیشتری داره. یکی دیگه از دلایلی که در واقع این رشته و این دانشگاه انتخاب کردم این بود. و دیگه اگه بخوام جمع‌بندی کنم فکر میکنم توی این ویدیو جاش نباشه که بخوام خیلی جزئیات دیگر رو باز بکنم، ولی خب نهایتاً من اپلای کردم و با توجه به ددلاین و حالا مدارکی که لازم داشت و اینها همه مدارک هم همه دانشگاه ها می نویسن که در واقع شما چجوری میتونین الیجیبل باشین و چه داکیومنتی نیاز دارین مثل اینکه اپلای بکنین برای این رشته و این دانشگاه. و خب یه اپلیکیشن فی نان ریفاندبل وجود داره تو دانشگاه کانادا که غیر قابل بازگشته و هزینه‌ای که در واقع تقبل بکنین برای اپلای کردن اینها رو پرداخت کردم و اپلای کردم و اگه بخوام اینم بگم که چقدر طول کشید. آره اینا 5 ماه. نه کمتر 3 ماه. به من گفته بودن فکر می‌کنم گفته بودن 11 هفته طول میکشه. تو داری زیاد میگی. گفته بودن 11 هفته طول میکشه که ببخشید اردیبهشت اپلای کردی تیر اومد جواب. آره اوکی. آره زیر 3 ماه بود. آره تقریبا شاید 1.5 ماه طول کشید. یعنی من یادمه که خیلی زودتر از اون چیزی که انتظارشو داشتم نامه پذیرش دانشگاه اومد. لحظه خیلی جالبی هم بود. ما اساس کشی کرده بودیم رفتیم بودیم یه خونه دیگه و توی بحبوحه تمیزکاری و اینا من یادمه دیگه مثلا آخرین جاروی خونه رو کشیدم رفتم دراز کشیدم گفتم خب آخرش
بعد گوشی رو باز کردم، ایمیلامو نگاه کردم، دیدم یه ایمیل من از دانشگاه روز نوشته کانگرچولیشن. اون وقتا کلا اولین چیزی که ما باز می‌کردیم ایمیل بود. آره. چه خبره؟ چیزی اومده نیومده. من بخاطر این یادم بود که آیلتس رو که دادی آخر سال بود، از اون موقع حسابش کردم. آره. من فکر کنم بهمن آیلتس دادم ولی اردیبهشت اپلای کردم. آره. میخواستم به ددلاین بهمن برسم که دیدم نمیرسم، خیلی هولکی میشه و نمیتونم مثلا مدارکم آماده کنم و اینا. ددلاین بعدیش میشد تو اردیبهشت. یعنی خیلی باید ساده نگاه کرد، چون خود دانشگاه همه اینا رو بهتون میگن. یعنی در واقع این کاری هم که نیلوفر کرد به خاطر این بود که خود دانشگاه ادوایز بود واقعا این کارو نکن، یعنی نذار آخرین روزا. آره. گفتن که اولین روزا اوایل دوره بعد شما اپلای کن که موفق‌تر بشید. آره. به ما گفتن که گفتن اپلای که میکنین فرست کام فرست سرو، کسایی که زودتر اپلای میکنن اولویت دارن. این یادم رفت بود نوشتی که گفتی. آره گفت کسایی که زودتر اپلای میکنن اولویت دارن و کسایی که خیلی نزدیک ددلاین اپلای میکنن، مثلا همین اگه مثلا عجله نداری بنداز واسه ددلاین بعدی اپلای کن. که این شد که من انداختم واسه اینتیک بعدی. و دانشگاه ما 3 بار در سال اینتیک داره و اینم یه چیزیه که مثلا خیلی ها وقتی در مورد مهاجرت و اپلای کردن صحبت میکنن، خیلی از مثلا ددلاین یه چیز خیلی مهمیه توی این ماجرا که آدم‌ها اینجوریان که من ددلاین امسال رو از دست دادم. در صورتی که ممکنه مثلا اون دانشگاهی که شما انتخابش کردین 2 تا یا 3 تا اینتیک داشته باشه در طول سال و شما شانس داشته باشین که 2-3 بار در سال اپلای بکنین. واسه همین میگم که خیلی ریز بشین رو اون چیزی که خودتون میخواین. و اگر که حالا باز هر جای این داستان رو دوست داشتین که من بیشتر توضیح بدم یا برم سراغ مباحث دیگه مثل آیلتس و حالا چه میدونم همین نامه انگیزه نامه لتر آف اینتنت، اینا خیلی مهمه. حالا اگه دوست داشته باشن این خیلی مفصل و خیلی توی اینکه مثلا پذیرش بگیری خیلی چیز مهمیه. هم برای دانشگاه هم نامه‌ای که به هر حال میخوای توجیه کنی که افسر مهاجرت قبول کنه که تو میخوای این رشته رو بخونی و اوکی هستی مثلا و ویزا بده. آره. سوال بعدی که پرسیده بودن در مورد زبان خوندن تو بود. پرسیده بودن که حالا یادم نمیاد که زبان ایران هم پرسیده بودن یا نه، ولی فکر می‌کنم بیشتر نه منظورم زبان خوندن تو ایران. الان اونو باید بخونم فارسی. خیلی کم. ازم نمیتونم. داشتم گفتم که تا جایی که یادم میاد سوالشون بیشتر در مورد این بود که اینجا چجوری داری زبانتو تقویت میکنی؟ سلف استادی میکنی یا مثلا کلاس میری و اینا؟ حالا اگه میخوای جرنی زبان خوندن میخواستم یه چیز جزئی کلا بگم که مثلا چجوری شده این. خب خیلی مثلا جستجو مثل همه آقا 2 ماه 3 ماه زبان بخون دوباره ول کن اینا، ولی خب موضوع مهاجرت که پیش اومد دیگه من تونستم به کمک تو رفتم یه مؤسسه نه قبلش رفتم یه جای دیگه که حضوری بود و کرونا شد کلا تعطیل شد همه چی و اینا. و خوب بود اونم واقعا مؤسسه خوبی بود. قطب راوندی. آره این مؤسسه و خوبم بود، یعنی از سطح مؤسساتی که مثلا میشناختم و اینا و خیلی هم پاپولارن بالاتر بود. پاپیولار میگن. آره و خوب بود. و بعد از اون که حالا کرونا شد و این موضوعات من باز دوباره رفتم سراغ کلاس‌های آنلاینش دیگه. بعد این مدت هم اونا هم ول شد، ولی خب دیگه جدی‌تر شده بودم که مثلا زبان ادامه بدم. من هی وسطش خمیزی می‌کشیدم. این دلیلش این نیست که ما واسه هم دیگه حوصله سر و این دلیلش اینه که ساعت الان 11 شب. تازه و رفتم مؤسسه آیلتس پرایم. اونجا تماما کلاس‌ها آنلاین بود.
خیلی همه چی حساب شده بود و بهترین چیزش برای من این بود که یک کورس، یعنی یک کتاب رو یک کورس کرده بودن و 4.5 ماه میخوندی، همراهش بودی، اینجوری هم 1 ماه مثلا بخونی ول کنی. این خیلی نکته مهمی بود و این 4.5 ماه میدیدی که یه سری تغییرات خوبی مثلا تو زبانت اتفاق افتاده. چون وسط صحبت چون یک کتاب و یک ترم یک لول بود. آره، یعنی شما مثلا از A1 میرسیدی به A2 و خب این خیلی تغییر مشهودیه. آره خیلی کمک کننده بودیم و این یه نکته مثبتی بود برای من، یه پوان مثبتی بود از اون جهت می‌دیدمشون. و آره با اونا ادامه دادم. تقریبا قبل از اینکه ویزای ما بیاد من 1.5 سال قبلش با این مؤسسه پیش اومدم و زبانم رو خوندم و تا لول فکر کنم B1 یا نمیدونم فکر کنم B1 رو تموم کردیم. آخراش بود دیگه داشتم تموم کردم. در واقع 3 ترم 4.5 ماهه و خوندم باشون و دیگه بعد از اونم خود دیگه ادامه ندادم. اومدم اینجا دیدم یا خدا اینجا اصلا اون چیزی که خوندی و دانش همه رو میریزی باید بریزی دور، یعنی دیگه که نه که بریزی دور ولی خب برای متفاوته، خیلی متفاوته. یعنی کاربردش اون چیزی که تو کلاس اتفاق میفته و اینا کمک میکنه ولی این چیزی که تو واقعیت جامعه هستش و اینا تو اون کتابا نیست. یعنی باید بیای خودتو وقف بدی با اینکه مثلا ویدیوهایی که مثلا حالا سریال هست، ویدیو هست یا پادکست هست، بیشتر با اونا خودتو انگیج کنی که مثلا بتونی بروزتر باشی. حالا اصطلاحی هست، کلمه‌ای هست یا اصلا حتی مثلا مسائل کلی، یعنی اینکه تو فرهنگ این جامعه داره چه اتفاقاتی میفته، چه موضوعاتی مطرحه که بتونی در عین حال تو مکالمات چی میگن حرفی برای گفتن داشته باشی. حتی مکالمات روزمره عادی مثلا شوخی. آره دیگه اوایلش که اصلا این چیزا رو متوجه نمیشی، همه دارن مثلا شوخی میکنن میگن میخندن، تو همجوری هاج و واج میمونی چی دیگه چی شد چی گفت اصلا. و این لسنینگ کلا اولا که اصلا هیچ تعطیل و بعد کم کم تو فضا، حالا میخوام بگم که اینجاش اگه بری توی بیزینسی که مثلا مال ایرانی هست و فارسی زبانن، کلا از زبان دور میمونی و اون چیزی هم که یاد گرفتی هم پس رفت میکنه، چون دیگه الان دیگه فارسی داری صحبت میکنی دیگه. معمولا مثلا اوایل زیاد توی کارت با کاستومر و اینا در سر کار نخواهی داشت و ممکنه دیگه مثلا توی کارهایی که خیلی توی مثلا انباری باشه یا اصلا زیاد با کاستومر سر کار نداری اینا باشه و اصلا صحبتی نکنی که اتفاق بیفته در زبانت. خیلی خلاصه اینو چیزش کنم، در یک جمله بیانش کنم، اینطوری که شما اگه از ترس اینکه زبانت خوب نیست پا پس بکشی و سعی کنی که خودتو در معرض ریسک و یادگیری قرار ندی، زبانت پسرفت میکنه. و اگه ریسک رو بپذیری و خودتو در معرض مکالمه قرار بدی با بیزینس های انگلیسی زبان، بیزینس های کانادایی شروع به کار بکنی، این به مرور بهتر میشه و پیشرفت میکنه. و علاوه اینکه اینجا چون جای مهاجرپذیریه عموما خیلی ساپورتیو نسبت به این مسئله و یعنی حتی مثلا مصطفی میرفت برای کار اپلای کنه، مثلا میگفت من خیلی انگلیسیم خوب نیست و کسایی که اونجا بودن اینجوری بودن که تو که داری خوب صحبت میکنی، یعنی در مقایسه با چیزایی که عموما میبینن که خب بعضیا واقعا اصلا نمیتونن هیچ ارتباطی برقرار کنن، سطح مصطفی باز هم در سطح پانتومین بودن دیگه. سطح قابل قبولی بود برای شروع کار حداقل اینجا. یه چیز دیگه هم خواستم تو پرانتز اضافه کنم، یه دلیلی که مصطفی خیلی ورود اینجا واسش شوکه کننده بود این بود که بین پایان ترمت و ورود ما به کانادا
یه 2 ماهی افتاد. فکر میکنم فاصله افتاد. آره. یعنی قبل از اینکه ما مثلا پرواز داشته باشیم و بیایم و اینا خب خیلی هم سرمون شلوغ بود و مصطفی دیگه فرصت نکرد که تمرین کنه و با اون چیزایی که یاد گرفته بود خودش رو درگیر نگه داره. واسه همین فاصله افتاد. بعد یهو اومد اینجا و انگار مثلا از کسی که توی استخ داشته تمرین می‌کرده یهو افتاد تو اقیانوس. آره برو یاد گرفتیم اون چیزی که دیگه شنا کنم حالا هی موج می‌گیریم. و خیلی خوشحالم که از همون اول تصمیم گرفتم اصلا سراغ بیزنس‌های مثلا حالا فارسی و ایرانی اینا نرم و چه بسا که حالا بودن و خیلی هم کمک کننده میشد اون اوایل که هیچ کاری نداری و هیچ جایی نمیتونی مثلا اپلای کنی، ولی خب با تلاش و اینا به دست اومد اون کار، در واقع مشغول شدن به اون کار. آره الانم که به هر حال بعد از اینکه حالا گفتم یه جایی کار میکردم اونجا زیاد با کاستومر صحبت نمیکردم، ولی الان تو کار دوم مجبورم که همیشه با همکارام و با کاستومرها حتما انگلیسی برای صحبت کنیم و سوال میکنن در مورد حالا سگایی که میارن اونجا یا در مورد خودم یا در مورد روز اتفاقی افتاده تصادف شده. خیلی جالبه مثلا تو جامعه است، میدونی اینش مهمه که بری وارد ما نیومدیم اینجا مثلا 4 سال بمونیم برگردیم. ما اومدیم که به هر حال کم کم تو این فرهنگ فرو جای خودمون رو پیدا کنیم و حل بشیم اصطلاحاً میگم. اینه که مهمه که بری تو این بیزینس های این شکلی، بری تو کامیونیتی هایی که مال اینجاست و همونطور هم که نیلوفر گفت ببینی چه خبره، دارم چی کار میکنم. اینجا تو خالی امروزم برای اولین بار هم منم نیلوفر رفته بودیم برای دیدن بازی فوتبال و تا حالا نرفته بودیم اصلا توی استادیوم. من که خب طبیعتا نرفته بودم چون البته خب بچه‌ها اخیراً دوستان رفته بودن توی 1-2 سال اخیر. بچه‌ها رفته بودن، سری از بازی پرسپولیس و اینا رو دیده بودم، ولی خب من حالا تهران نبودم نتونستم برم ببینم، ولی خب کلاً خیلی شرایط استادیوم رفتن تو ایران دیگه اصلا گفتن نداره، واسه دخترم خیلی سخته و غیر ممکن بود تا همین چند سال پیش. خیلی سخته که خب نرفته بود دیگه. منم اصلا خب علاقه نداشتم. یه فوتبالم فکر کردم اونجا اصلا خیلی اتفاقات خوبی نیفته تو استادیوم برای اصلا ممکنه حتی آسیب ببینیم. و آره خیلی اتفاق جالب بود و خیلی تجربه خوبی بود برامون. ما رفتیم ببینیم که در واقع حالا دعوت شده بودیم، ولی خیلی برامون جالب بود که اینا چه نگاهی دارن، چه جوری دارن با این مقوله. من که اینجوری نگاه میکردم مثلا گفتم اینا الان چه لباسایی پوشیدن، چه شعار میدن، با خانواده هم اومده بودن، خیلی ها مثلا با خانواده بودن. جالب بود واقعا، تجربه خوبی. آره میتونیم اینو جدا میتونیم مثلا چیزش کنیم، بازش کنیم، تجربه رو توضیح بدیم، چون تو داری میگی من یه چیزایی داری یادم میاد روش کامنت دارم. میشه اصلا یه ویدیو جدا کرده. ولی آره در رابطه با درگیر شدن با فرهنگ و جامعه داشتی میگفتی. آره همین دیگه. به هر حال منظورم این بود که دیگه یه تکرار حرفا میشه. خب من به تو سوالی ازت بپرسم، تو الان قصد زبان خوندن داری؟ یعنی قصد که مثلا زبان خوندن تو ادامه بدی لول تو اصلا یه پلنی مثلا براش داری یا نه؟ اصلا داری میخونی یا نه؟ اینا نگفتی. حالا اون سطح دانش زبانی که من داشتم خب خیلی ابتدایی مثلا حساب میشه برای اینکه بخوای یه مقداری توی جامعه بری بیای خریدی کنی، صحبت مثلا خیلی جزئی سطحی کنی، در مورد چیزی نمیتونی مثلا بحث کنی، گفتگو کنی، ادامه دار باشه. اینا خیلی مهمه دیگه توی ساختن رابطه و در واقع روابطی که مثلا توی اجتماع هستی و اینا. الان چیزی که برای من اتفاق میفته، من زبان نمیخونم، فقط دارم در واقع چیزی اگه میشنوم، یعنی به صورت آکادمیک نمیشونم بخونم،
چیزی که برای من اتفاق میفته اینه که مثلا اگه چیزی رو متوجه نشم سوال میکنم و اونا برام توضیح میدن و میگم منظورشون این بود، من میگم تازه آها این اونه و این خیلی مهمه. به نظرم این شکلی یاد گرفتن خیلی کاربردی تر، خیلی بهتره. یعنی کلاس های زبان هم در صددن که تو رو اینجوری ببین اصلا یادگیری تو محیط آره. که میگم مثلا توی محیط یاد میگیری، شما اگه بیای همینجوری وایسی تو محیط یاد نمیگیری، بعد خودت رو وادار رو یادگیری بکنی. و حالا مثلا این چیزی که تو میگی مثال خیلی خوبی از این داستان یاد گرفتن. حالا من چی میگم جسارت نمیکنم، دوستانی دارم که در زمینه آموزش خیلی پیشکسوتن، ولی تا جایی که من میدونم یاد گرفتن در محیط یا در واقع در کانتکست که شما یک دید کلی داشته باشی که این مکالمه داره در چه محیطی اتفاق میفته، تو دانشگاه داره اتفاق میفته، تو خیابون داره اتفاق میفته، موضوع مورد بحث، که معنی کلمات معنی کلمات رو متوجه بشی. و برای همین مثلا کتاب‌های زبان میان یک درسی رو حول یک موضوعی، یک مثلا یه یونیتی رو میان حول یه موضوعی طراحی میکنن که شما توی اون کانتکست یاد بگیری. و الان دقیقاً اتفاقی که برای تو میفته اینه که داری تو کانتکست کلمات رو یاد میگیری و خودت به صورت فعالانه داری میپرسی و یاد میگیری. مثلا سرچش میکنم اگه یه کلمه به گوشم میخوره و وقتش نیست، مثلا حالا اومده کاستومر سریع چیزی میگه و میره و من اینو هی پیش خودم تکرار میکنم، سریع وارد میکنم ببینم که مثلا این چیه، اصلا موضوعش چیه، چه شکلی، معنیش چیه، توی چه چیزایی، مثلا همینجوری فعالانه به هر حال دنبالش هستم و رو کتاب نمیخونم چیزی. فکر کنم گرامر هم این شکلی ساخته میشه، چون یه گرامر حالا آکادمیک داریم ولی اون چیزی که صحبت میشه شاید یه مقدار متفاوت تر باشه تو جامعه. ببین میتونه بشه، باز میگم من اصلا اینجا اعلام میکنم که نظرم هیچ تخصصی نظر تخصصی اصلا نمیدم در این راستا، چون میگم خب دوستانی دارم که در زمینه آموزش متخصصن. ولی اتفاقی که برای خود من افتاد با یادگیری زبان این بود که من زبان رو میتونم بگم حالا یعنی همزمان هم کلاس زبان میرفتم تو نوجوانی، هم آهنگ‌های انگلیسی گوش میدادم و به تبع طرفداری از در واقع گروه‌های موسیقی میرفتم مطالب مربوطشون رو سرچ میکردم، مطلب پیدا میکردم، مطلب ترجمه میکردم و خیلی با محتوای انگلیسی زبان درگیر بودم. گرامرها رو من اونجا یاد گرفتم و بعدن که رفتم دانشگاه سعی کردم که خب مثلا این گرامر رو با اسم و ساختار و اینها به من یاد بدن. من واقعا نمیتونم الان بگم که اسم ساختار گرامر رو بلدم، ولی میتونم ازشون استفاده کنم. من اینطوری یاد گرفتم. میتونه جواب باشه ولی قطعاً یک چهارچوب در واقع آموزشی لازم هست برای اولش. آره دیگه زمانها رو باید به هر حال بدونی و بدونی که این کلمه تو اون زمان چه شکلی داره استفاده میشه. یا اصلا کجا چه زمانی به کار میره. یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم علاوه بر حالا محیط و اینها، تو داری با سریال هم و سریال و فیلمایی هم که ما الان می‌بینیم مصطفی خیلی بیشتر با انگلیسی ماجرا درگیره. آره و اینکه حالا بعد از یک سالی که الان گذشته اتفاقی که برای من افتاده اینه که اون یک سال نیم زبان خوندنه تازه داره مثلا شکوفا میشه، یه ذره بهتر، تازه مثلا لیسنینگ هم مثلا داره تقویت شده، بهتر میفهمم چی میگن. تلفن مثلا سر کار حتی جواب میدم پشت تلفن خیلی سخت تره به نظرم، اینکه اصلا نمیبینی دهن صورتی طرف رو داره صحبت میکنه، یه ذره خب دشوار بود برام، ازش هم ترس داشتم ولی گفتم خب من دارم اینجا کار میکنم، ممکنه تنها باشم، زنگ بزنم یه کاری واجبی باشه، حالا منیجرمه یا کاستومر صحبت میکنه و اگرم نفهمیدم ازشون میخوام که تکرار کنن، یا اینکه اگه کار مثلا این یه جوریه که کارشون مثلا بعدا میتونن انجام بدن،
اگر متوجه نشدم فرداش مثلا زنگ بزنم با منیجر صحبت کنم، با همکارم صحبت کنم، یا اون لحظه میگم یه لحظه وایسا مثلا همکارم بیاد صحبت کنم. آره اینجوری هم مثلا شده. به هر حال اینجا هم چون از لهجه‌ها و کشورهای مختلفن بعضی وقتا واقعا سخت نمی‌فهمی چی میگه طرف، مخصوصا که خیلی مثلا شرقی باشه. اینم من باز حالا اضافه کنم که من که دانشگاه دارم میرم حتی توی دانشگاه نمیخوام بقیه رو بگم، حالا نمیخوام بگم من خیلی خفنم یا هرچی، ولی میخوام بگم که مثلا بچه‌هایی رو داریم که دانشجو هم توی مقطع آکادمیک دارن در واقع انگلیسی رو صحبت میکنن و اونها هم هنوز مثلا چالش دارن توی یه سری از مسائل. کلا خیلی طبیعیه و کانادا چون کاناداست و چون کشوریه که مهاجرین خیلی زیادی از سراسر دنیا میپذیره، کلا فلکسیبل هست نسبت به این موضوع تا حدودی، ولی خب هر چقدر که سطح زبانتون بالاتر باشه و بهتر باشه طبیعتاً خودتون راحت ترین، اعتماد به نفس بهتری دارین توی مکالمه، خوب میتونی خودتو پرزنت کنی، جاب خوب پیدا کنی، از خودت دفاع کنی اگه مثلا بخوای کاری بگیری یا اتفاق بیفته. آره و یعنی واقعا این که میگن زبان مهمه واقعا خیلی یکی از کلیدی ترین مسائل بعد از ورود به کانادا داشتن زبان خوبه. اصلا همه چی به زبان ختم میشه در نهایت. آره. هر کار میخوای بکنی اون کلید آخرش که مثلا دیگه اون اتفاق قرار بیفته زبانه و اینه که حالا من کمک میگرفتم از تو یا مثلا برای این برنامه بازتوانی رفته بودیم یه چند روزی تو اومدی دیگه. من فیزیوتراپی باهات می اومدم. آره فیزیوتراپی می اومدی دو جلسه اومدم، بعد دیگه نتونستم بیام دیگه مجبور شدی رو پای خودت. آره دیگه این اتفاق افتاد که آره من خودم تونستم مثلا حالا مجبور شدم ولی کم کم دیگه هر چیزی که بلد بودم و تونستم مثلا اونجا به کار ببرم و بهتر بشنوم و اعتماد به نفسم بیشتر. به نظر من از جدا از بحث حالا فیزیوتراپی و درمان کمرگردش و اینا کلاس زبان خوبی هم بود برای 2 ماه رفتم فشرده کلاس زبان. خیلی جالب بود. اینطوری خلاصه خیلی که یعنی ببین اینا رو من جدا میکنم میذارم این معلومه که مثلا ما خسته ایم و اینا. اما راستی اون اول چیزم اول فیلمم اول این ویدیو هم میخوام یه چیزی که امروز خریدیم رو بذارم. خیلی اتفاق قشنگی بود برامون، اصلا حالمون عوض شد. آره یه چند تا هم صفحه آورده بودیم با خودمون، اونا رو هم گذاشتیم که دیگه اصلا واقعا فوق‌العاده بود. روحمون به پرواز اومد ایران. آره خب پس جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی که دیگه فکر کنم بعد خدافظی کنیم. مرسی که به هر حال ما رو دنبال میکنید. همین جمع خیلی کم و دوست داشتنی و اطرافیان و افراد حالا جدید هستن خیلی برامون ارزشمنده و اینکه میشینیم اینجوری صحبت میکنیم واسه خودمونم خیلی جالبه. یعنی برای خود من اینطوریه که انگار با اون مسیره که دارم تعریف میکنم فکر میکنم عمیق‌تر و یه سری چیزا یه سری چراغا تو ذهنم روشن میشه. کلا حس خوبی داره. مرسی که این فضا رو ما میدیم که بیایم صحبت کنیم و لطفاً بازم بهمون بگین که دوست دارین بیشتر به چی حرف بزنیم. نه دیگه همین. دوستتون داریم. مراقبت کنیم. خدافظ. خیلی هم فیلم نقل چایمونم سر شدی چی نخوردیم 46 دقیقه شد. یا علی نیم ساعت فکر کنم مثلا